آیا دکتر مروت کمرنگ شده، محبت آهنگ شده، دوستیمون تک زنگ شده. ببینم مگه بین من و تو جنگ شده؟ ای روزگار دلم خیلی برات تنگ شده. هر چی بخواد شده باشه تا منو معرفی نکنی من هیچ سوالی جواب نمیدم. درستایی معرفی کن میدم بذار ملت بشناسن که اقیانوس استراتژیک اینجا چیه. از حضورتون تقاضا میکنم این دفعه رو صرف نظر کنین. آخه وضعیت خیلی بحرانم باشه یا نباشه، مثل که تو باید مهمون گرانقدر خودتو معرفی کنی یا الکی نمیدیم که بشینیم که بحرانی که میگم مربوط به این دادگاه هاست. میترسم دنبال تکمیل شناساییتون باشن. خدای نگهدار بیان دستگیر کنن شما رو. آره آرژانتین ببرن اسپانیا اینا. من البته میدونی که فروتنی ذاتی منم اجازه نمیده که بذارم تو همینجوری منو معرفی بکنی. نمیخواد اصلا همینجوری سربسته بمونه. سوالا رو بنداز. بله آیه دکتر یه سوال هست که توی نامه با اسم مستعار حسد اومده. حسن دانایی فرد. بله سفیر مضروبمون تو عراق. یعنی هوش و حواس نامه نوشتن رو پیدا کرده؟ آی دکتر یه هفته از سانحه ضرب و جرح ایشون. سپر ماشین ایشون نه خود ایشون. سپر ماشین؟ بله. ولی سر و صورتش زخمی زیلی شده. آخه اون موقعی که نرده داشت میافتاد رو سپر ماشین سرش از پنجره کرده بود بیرون تماشا کنه. ولی دکتر 3-4 جای صورتش باشه دوباره هم سرش از اون پنجره آورده بود بیرون، دوباره نرده خورده بود تو سر کله. ولی آیه دکتر ببین ولی نداره، ما میگیم کتک نخورده تو هم بگو نخورده دیگه. اون که بله در حال یک هفته گذشته هوش و حواسش رو سر جاش اومده. آخه قبل از این ماجرا هوش و حواس نداشت. مرحوم عوضی همیشه میفهمیدن بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمیدن که شوته دستش شکست. دکتر که گچ گرفت گفت 6 هفته دیگه گچ رو باز میکنیم. طرف گفت خوب میشم. دکتر گفت آره. شوته گفت یعنی بعدش میتونم سنتور بزنم؟ دکتر گفت بله. طرف پرید دکتر رو ماچ کرد. گفت به چه دکتر خوبی، قبلش بلد نبودم سنتور بزنم. به هر حال آیه دکتر این دانایی فر که برای معالجه آوردنش اینجا نوشته این خارجی هم گیجنا. از یه طرف مقامات نظام ما رو ممنوع سفر میکنن، از اون طرف خودشون احضار میکنن به دادگاه آرژانتین و احتمالاً پشت سرش اسپانیا. نه ناکس هیچم گیج نیستن، خودت گیجی. اون سفری که ممنوع کردن همونیه که براش اول عکس میگیرن میکنن تو پاسپورت بعدا میرن سفر. اینی که اینا میگن اول میبرنت بعد یه عکس اینجوری بعد همونجا نگرت میدارن. اقامت دائم، آب خونک هم سرو میکنن. آی دکتر این مهمان پرست مشنگم که اومد جلو خارجی جست میگیره به خودمون سور زد. گفت آماده ایم همکاری کنیم. دادستانم گفت خوبه بفرست بیاد وحیدی وزیر دفاع رو. بعدش هم که آقا رفسنجانی و ولایتی تو نوبتن دیگه. بله فلاحیان و سبزعلی رضایی هم که از قبل اسمشون دست پلیس بین‌الملل هست. تازه نگفته که برای خود مقام عضو برنامه دارن. آشی پختن چه آشی، ناکس چه ضربه‌ای به خودمون زد. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض می‌کردن بله میفهمودن که شوته از مغازه اومد بیرون داشت قش میخندید. گفتن چرا میخندی؟ گفت سر کار گذاشتمشون، رفتم پول دادم ولی هیچی نخریدم. روشن شد یا همچین بزنم که عین این یارو گیج بشی و بخوای با دادگاه آرژانتین همکاری کنی. آیه دکتر یه چیزی به نظرم میرسه که نمیدونم اثر این ضربه است که شما زدین یا شم استراتژیکی خودمه. شم که نداری حتما مال ضربه است. بله چه اشکالی داره که یه مدتی تو مناسبات بین‌المللی شفاف باشیم که بهمون اعتماد کنن. مثلا همین وحیدی رو بدی بره، چه فایده‌ای برای نظام میخواد داشته باشه این مشنگ؟ خرج نگه داشتنش بیشتر از دخلش. اول از زمون تا گاز بگیر اینطوری بخوای حساب بکنی که خرج نگه داشتن خود مقام عضو از همه بیشتره. دوم این چه پرت و پلاییه که تو میگی شفاف باشی؟ مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن بله میفهمودن که قاضیه از متهم پرسید میدونی اگه دروغ بگی کجا میری؟ گفت جهنم. گفت خب پس چرا دروغ میگی؟ گفت اگه راست بگم میرم زندون. روشن شد که همچین بذارم که برگرده سر جای ضربه قبلی خوده. روشن آقای دکتر درست گفتین. معلومه که درست گفتم. چشم بسته غیب داری میگی. منظورم اینه که درست گفتین. سوالم مال ضربه قبلی بود. با این ضربه جدید
احساس میکنم جا افتاد و درست شد. حالا یه سوال دیگه، اختلاف بین مجلس دولت و نمیشه شما وارد بشین حل و فصل کنید؟ خب گرفتی با روحه میگه درست شد و جا افتاد، بعد یه سوال پرت و پرتا میکنه. مقام عظما تو این اختلاف وارد شد دیگه خارج نشد. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن با حاضرات میکردن بله، میفهمودن که یارو لباس شکاف برداشت برد پیش خیاط گفت درستش کن، گفت یعنی بدوزن برات، گفت نه دو طرف رو نصیحت کن شکافشون رو هم بیارن. خب قربونت برم، کار بیخدارتر از این حرف هست که بخوام با این کار درستش بکنم. اینو که میدونم دکتر جون، منظورم اینه که مثلا مقام عظما هم یه هزینه بدن، یه تعداد نفرات مورد نظر خودشونو بذارن کنار، یه چند نفری که مورد اعتماد آقا محمود حسن رو به این آقا محمود امتیاز بدن و بیارن سر کار. اینی گفتم گرفتی ما رو سربسته جوابتو میدم چون خیلی نمیشه توضیح داد اینجاها. تو نیویورک بچه رفت پیش وکیل، گفت آقا پدر و مادرم اذیتم میکنن، میخوام حکم دادگاه بگیرم جدا زندگی کنم. وکیل گفت باشه فعلا یه $2000 بده تا کار رو پرونده تا شروع کنم. بچه هم گفت زکی $500 میگیرن که جفتشون رو بکشن، مگه عقل مقام عظما کم این وسط که قیمتای اینطوری بده؟ آیا دکتر بزنبادو از کجا بیاره بدبخت؟ نگاه کن آی دکتر بزنبادو، شما مقام عظما رو ورداشتین توی این مثالی که زدین به یه بچه نیویورکی قاتل مقایسه کردی. مقام عظما رو بردی سر یه جایی که از خداشه که به 10 تا بچه اوگاندایی غیر قاتل وقت آقای دکتر بزنبادو دست از سر این مقام عظما باز میداری یا